چطوری؟ چه خبر؟ موهات چقدر بهت میاد؟ سلیگر. من یه آیس لاته میخوام با سیروپ فندق. منظورتون لته هستش؟ لاته درسته. ریپیت افتر می لاته. این چه کافه اومدین فرق لاته و لته رو نمیدونه؟ خب اینی مینی ماینی مو Catch the tiger by the toe if he hollers let him go. اینی مینی ماینی مو. تو بعد این سری حساب کنی آرمیتا جون. از امیر چه خبر؟ والا کات کردیم. چرا؟ آخه میدونی من براش خیلی سیمپ بودم. خب سیمپ یعنی چی؟ یعنی حاضر بودم براش هر کاری بکنم. آها. ولی اون خیلی نارسیست بود. همش فلکس میکرد. مگه نشنیدی؟ میگن رو پول ددی فلکس کنسل. من هی بهش میگفتم یکم لوکی باش. ولی اصلا گوش نمیداد. بعد من نیست تو رابطه قبلیم شوک شده بودم. دیگه دچار تراست ایشو شده بودم. بعد تراپیستم بهم گفتش که این واسه تو تبدیل به تروما شده. و ما باید اسکیما تراپیت کنیم. چی تراپی؟ بابا همون طرحواره درمانی دیگه. یکم امروزی باش. دیگه خلاصه اینجوری شد که کات کرد. راستی تو چه خبر پسره چی شد؟ هنوز تو فرندزونید؟ آره. چی هستی؟ فرندزون دیگه، یعنی هنوز با هم دوستید، رابطتون جلوتر نرفته. آها آره. هی میگم این ساس میزنه ها. حواست بهش باشه. اینجور آدما هی میخوان رابطه رو سیچویشنشیپ نگه دارن که تو رو بزارن تو آب نمک. ببین یعنی من اگه جات بودم تا الان واقعا کلپس کرده بودم. اصلا پنیک میشدم. یعنی چی واقعا؟ چی شد؟ خیلی یخ بود. کف اله خاکت کنن ستون نکشی ما رو خارجی. شماها خیلی سالتی هستی. این یکی یعنی چی؟ یعنی حسودی. نیش.